سلام بچه، چطورین؟ بعد 5 ماه این اولین ویدیوییه که دارم رکورد میکنم بعد از اینکه حالا اتفاقای خیلی بدی واسه چنل افتاد، دیمانیتایز شدیم که در ادامه داستان کاملش رو واسهتون میگم. یه سری نکته هست واسه یوتیوبرها که اونم حتما به دردشون میخوره، پیشنهاد میکنم که حتما ببینن. اینکه چجوری میشه به یوتیوب وصل شد، روش رایگانی وجود داره یا باید وی پی ان گیگی حداقل 200,000 تومانی بخرین واسه یوتیوب که واقعا نمیصرفه، و یه روش رایگان واسهتون در ادامه ویدیو میگم. و اینکه آینده چنل چی میشه، دوباره ویدیو میذاریم نمیذاریم، داستان چیه. خب اول از همه بریم سراغ داستان دیمانیتایزی چنل. حدود فکر کنم بهمن ماه اینا میشد یه پیامی از یوتیوب واسه من اومد توی یوتیوب استودیو که کانال شما با یه کانال دیگه‌ای که قوانین یوتیوب رو زیر پا گذاشته در ارتباط ریلیتد چنل. حالا نشونتون میدم توی یوتیوب استودیو. و به این دلیل کانال شما فعلا واجد شرایط درآمدزایی نیست و دیمانیتایز شده. حالا داستان چی بوده؟ داستان این بوده که یه بنده خدایی، حالا من نمیدونم کی بوده، که با اون شرکت نقد کننده درآمد یوتیوب با هم کار میکردن، احتمالاً درآمدشو نقد میکرده، اومده یه استرایکی خورده یا یه حرکتی زده که کانالش دیمانیتایز شده. حالا شاید هم این خطا مثلا واسه دیمانیتایزی چنل بوده، اینا حواسشون نبوده اینا قطعش کنن، نمیدونم. ولی به این دلیل به کانال ما ایراد گرفت و کانال رو دیمانیتایز کرد. بعد اومد توی مرحله اول، اگه اشتباه نکنم، گفت یه ویدیوی اپیل ارسال کنین که کانالی که گفته شده با شما در ارتباط بوده نشون بدین که همچین چیزی نبوده. ما یه ویدیو حالا با کمک بچهای اون شرکت نقد کننده درآمد، شرکت اندروپی، حالا دیگه اسمشون هم گفتم، انجام دادیم و باز اون ویدیو هم قبول نکردن. یعنی ما تمام دسترسی ها رو قطع کردیم و حذف کردیم و جیمیل جدید و داستان و فلان و بهمان، ولی خب بازم نشد و ویدیوی اپیل هم رد شد. و در مرحله دوم به ما گفت که کانال دیمانیتایز میمونه و 90 روز دیگه شما میتونی درخواست ری اپلای بدی. در صورتی که کانالت اصلاح شده باشه، یعنی اون کانال دیگه بهش متصل نباشه، میتونیم که حالا کانال رو دوباره واجد شرایط درآمدزایی بکنیم و ری اپلای بکنیم. که حالا خب باز یه مشکل دیگه ای وجود داره. حالا بذارین بریم توی یوتیوب استودیو. آره همونجور که اینجا میبینین این قسمت ایرن کاناله. اول یه ارور میاد به ما میده و میگه که ریویورز، حالا یه سری ربات حتما که کانالا رو چک میکنن، میگه که یه فیدبکی در مورد اپیل شما داده و بازم گفته که کانال شما به یه کانال دیگه ای متصله که اون فلک شده، اون کانال فلک شده from serious violation. این دیگه بدتره، اوضاع رو بدتر میکنه این داستانه، خیلی دیگه داستانش میره بالا. بعد اینجا توی مرحله دوم گفته که آقا جون همچنان شما ساسپندی و کانالت واجد شرایط نیست، قبول نشده، شما اوتی. تو مرحله سوم اومده به ما گفته که آقا میتونی edit your channel and reapply for monetization. میگه که این شرایط عمومی یوتیوب واسه اینکه کانالا به درآمدزایی برسن، که همون 10 میلیون ویو شورت توی 90 روز یا توی 365 روز 4000 ساعت واچ تایمه. که خب حالا بعد 5-6 ماه که ما ویدیو نذاشتیم، چون قبلش هم ویدیو نذاشته بودیم دیگه 6-7 ماه حدوداً، این عدده از دیمانیتایزی خارج شده. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که چون من ویدیو شورت بیشتر میذاشتم، هر ماه حدودا مثلا 6 میلیون 7 میلیون ویو میگرفتم و این چون توی 90 روزه کانال من دیمانیتایز شد. ولی اکثر کانالایی که ویدیو لانگ میذاشتن، چون 4000 ساعت چیزی نیست، میبینین من چند تا ویدیو هم حالا توی کانال دارم 2145 ساعت پر کردم، با همین ویدیو راحت تر میشه مانیتایز شد تا با شورت ویدیو، مخصوصا الان که دیگه کسی به اینترنت وصل نیست. حالا نکته‌ای که وجود داره واسه یه ادامه کار چنل اینه که ما که ویدیوی GTA به سبک ویدیوهای داستانی و بلند نمیتونیم بذاریم، چون استیمو نداریم و نمیتونیم به سرورهای GTA وصل بشیم. نکته اول. نکته دوم، ویدیوی شورت ها میتونیم ادامه بدیم که اونم تا این بیاد 10 میلیون رو پر کنه، اصلا پر بکنه نکنه
اونم داستانه. من میگم با همین ویدیوهای بلند، مثلا یه سری ویدیوهایی در مورد حالا گیمینگ باشه، جی تی ای باشه، یه سری ویدیوهای سرگرمی و اینا باشه، طی کنیم تا این 4000 ساعتش تموم بشه. حالا بعد اگه اینترنت ها باز شد که ویدیوهای داستانی جی تی ای رو ادامه میدیم، اگه باز نشد همین جوری بود که خب ویدیوهای شورت قدیمی رو ادامه میدیم. این از داستان چنل و اتفاقایی که واسم افتاد. یه نکته‌ای واسه یوتیوبرایی که دارن با این شرکت‌های نقد کننده درآمد کار میکنن، حتما بدونید شما وقتی که ازتون پرسیده میشه که میخوای به ادسنس شرکتی وصل بشی که همون ادسنس شخصی فرقی نداره، بچه‌ها کانال اسکیلوی توضیح داده اینا رو کامل. یه مورد دیگه که ببخشید MCN، اون MCN خیلی بهتر از ادسنس شرکتیه. چرا؟ چون اگه یکی از کانالا توی ادسنس شرکتی به مشکل بخوره، بقیه هم مثل زنجیروار اینا به هم متصله، اونا هم به فنا میرن. ولی اگر شما MCN باشه، حالا یه درصد بیشتری باید پول بدی، 5 تا 10% بیشتر باید پول بدی بسته به اون شرکتی که باهاش کار میکنی. این داستان رو دیگه نداره، اون گیره رو دیگه نمیده که مثلا همه به هم وصل باشن، اینطور نیست. حالا شاید توی موارد خاصی همون کانال رو مؤاخذه کنه واسه اون کاری که کرده. خب این داستان چنل بود توی این چند وقتی که حالا دیمانیتایز شدیم و بعدش حالا داستان داشتیم. اینم راستی یادم رفت بگم که هنوز ما با اون شرکت بحث داریم سر درآمد آخرین ماه چنل. آخرین ماهی که درآمدای حالا یه سری از یوتیوبرها پرداخت شده، فکر کنم واسه همین جور باشه، 1 تا 31 جنوری 2026 بود آخرین ماهی که پرداخت شده و این واسه من حالا یه عددی $252 بوده و حالا ما مشکل داریم که اونا میگن پول باید بررسی بشه که اومده یا نیومده، چون کانال دیمانیتایز بوده. ولی من میگم ربطی نداره، این پول رو تا آخر میزنه یوتیوب، چون قبلا خودم ادسنس شخصی داشتم اینو میدونم، اونم به مشکل خورد اواخرش ولی کامل پول رو زده بود. این از داستان چنل. در مورد اینکه چجوری به یوتیوب، حالا تلگرام، به اینترنت بین الملل بتونیم به رایگان اصلا میشه وصل شد نمیشه وصل شد، این داستانا یه روشی وجود داره بچه‌ها. یه اپلیکیشنیه به اسم، اینجا اگه نشون بده روی گوشی موبایلتون، این شیر خورشیده رو نصب میکنین، یه سری IP باید بهش بدی، یه سری آموزش داره. اینا رو من توی کانال تلگرام واسهتون گذاشتم، میای اینا رو انجام میدی. فقط یه نکته‌ای وجود داره، تنظیماتو که انجام دادی اگه دیدی وصل نمیشه، مثلا 15 ثانیه 20 ثانیه گذشت وصل نمیشه، شما هی باید قطع و وصلش کنی تا به آی پی جدید وصل بشه. سریعا اصولا وصل میشه، مثلا در حد 10 ثانیه وصل میشه. ولی اگه دیدی نشد قطع کن، دوباره این کار اونقدر انجام بده تا به اون آی پی هایی که واسه تو وصل میشه برسی. روی گوشی این اپلیکیشن واسه اندروید جواب میده، واسه آیفون که چیزی نیست، از همون وی پی ان باید استفاده کنیم. واسه کامپیوترم یه روشی وجود داره، حالا این پایین واسهتون مینویسم، مستر اچ تی پی هم جواب میده. من الان با همین روش همین ویدیو هم آپلود کردم، هنوز آپلود نکردم البته، کارو در میاره واسهتون. یوتیوب با یه سری سایتای بزرگ سالان خوبه، در کل جواب میده. از وی پی ان های گیگی حالا 200 تومن هم میتونید استفاده کنید اگر این روش ها واسهتون جواب نداد، که احتمالاً جواب میده. واسه ویندوز هم باید با مرورگرتون برید دیگه، اینم جزو اون روش نصب ویندوز داخل کانال تلگرام اونم میذارم، اگه خواستید میتونید استفاده کنید. یه مورد دیگه هم که در مورد اینترنت پرو بود، حالا یه سری شرکت ها، یه سری کسایی که پارتی قلف داشتن، نمیدونم چه جوری بود این فروش اینترنت پرو، اینا درخواست دادن و حالا بهشون دادن و یه سری سختگیریایی هم میکردن. مثلا من درخواست دادم به من ندادن، هنوز جوابیه‌ای به من ندادن و میگفتن که حالا کسایی که اینماد دارن یا کسایی که نمیدونم شرکت دارن یا کارشون اینطوریه میتونن درخواست بدن و به اینترنت پرو وصل بشن. اینترنت پرو هم شما باید فکر کنم گیگی 40-50 هزار تومان بخری، تازه اونم میشه اینترنت قبل 18 و 19 دی با همون فیلتر شکن، باید اونم بری. یه سری سایت ها رو باز نمیکنه واسط، یعنی 10 برابرش کرده. از اونور همونه دیگه، همون اینترنت هست که اینجا ایران دادش.
گیم و اینا هم که بالا نمیاد. استیم و اینا رو هنوز روشی واسه وصل شدن بهش، روش رایگانی در دسترس نیست. میشه با یه سری شکن و اینا آپدیت کرد، ولی به سرورهای گیم نمیشه متصل شد. این هم از داستان اینترنت و اینترنت پرو و این بازیایی که در آوردن. سیم کارت سفید هم هست. راستی سیم کارت سفید مثلا یه سری آدمای خاص دارن دیگه، اونا خیلی با کلاسن. در نهایت آینده چنل چی میشه گفتم. ما حالا یه سری ویدیو میذاریم در ادامه از ویدیوهای حالا سرگرمی جی تی ای، اینا رو مخلوط میکنیم با هم ببینیم چی در میاد. یه سری ویدیو سرگرمی میذاریم تا ببینیم چی میشه دیگه. کانال فقط یه مشارکتی بکنین، اینو مانیتایزش بکنیم، دوباره درخواست بدیم ببینیم برمیگرده یا نه. اگه برنگشت که یه کانال جدید باید بزنم من و دیگه دعا کنید که، و دعا میکنم که این کانال برگرده و ایشالله که برگرده و بتونیم دوباره مثل قبل توش فعالیت داشته باشیم. دمتون گرم، خیلی مخلصیم. چند هفته بود میخواستم این ویدیو رو بگیرم، این نمیشد و این داستانا، ولی خب دیگه الان گرفتم و خوشحالم از اینکه گرفتم، چون منم باید بالاخره زحمت کشیدم 2-3 سال واسه این کانال، باید ببینم که برمیگرده نمیگرده، تکلیفش مشخص بشه، چون خیلی واسه مهمه. دمتون گرم، خیلی مخلصیم. ایشالله که اینترنت ها وصل بشه و شرایط خوب بشه و همه چی به روال سابق برگرده. خیلی مخلصیم، خیلی دوستتون دارم. دمتون گرم.